جبر شر و آلوزین وان روژین داوی لحلب سکرتری گشتی نتوین یک بوی راگهاند که او روشه مترسدار دبینن خطره و دوی دجمنتی و شر بلز ورن راوستاندن شر نمینه هر وها خواست که حمو آلی لگوری بریار انجمن آسایش ناف دولتی 22.4 که درخست بو انجمنه حمو آلی و بریاره پیک بینن ده همان ده میدجی دا خواست کرد که دوی شر هیده سویل بینه پارستن. نتوین یک بوی بانک ده همو آلیان کرکو بلا آلوزیان لسوریه کم بکن. جبر آلوزی و پفچونین داوی سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی دارا گهاندن کو او روشه وک آلارمک دبینه و دوی دجمناتی و پفچون بلز و بز ورن راوستاندن. هروها دوی همو آلی ورگرن لسر بریارنامه 22.4 یا کو انجمن آسایش قبول کربو. ده همان دمیدا دوی سویل ورن پاراستن. ایریشن که گروه دسته تحریر الشام که مؤیدین انجمن آسایش سروان هیا و گروه چکدار یندن هیلن شریین که ثابت سال 2020 ور گوهرتن. سویل تیم کشتن به هزاران مروف تیم کوچ کرن. بناسازین سویلان زرار دبینن و آلیکارین مروفی دا کمبون هیا در راپورتن مدا. همو آلی دوی رین به اوله بدن سویلین کشبر صدام آدجمنتیان وان در رفن و دوی همو سویل و جهن سویلان وارن پاراستن. دالیدن نجی انجمن آسایشی با آوایی که لزگین لستر پفشونین داوی ین سوریه دجوه لی هلوستین دولتان لگور هف جدانه آلیه که دا روسیا و دالیدن نجی آمریکایی پوزیسیونین خو هلوستین خو اشکره کرن بشیا جیوینی که ام بدرن هر دو آلیانجی شگوتن تورا مدیای یا رو داوی لی نتوین یک بوی. لور ایریشن تروریستی هنه یک گروپا کو دلیسته تروریستان ده جهدگره ایریشان دکه. ام هیوی دکن کو همو اندامن انجمن آسایشی باوای کی زلال پشگیریه بدن حکومت سوریه. Wanted those negotiations to take place for اف دمک دریجه کومه داخواست دکر کو به سوریه ره مذاکره ورن کرن رژیم بشار اسد بریارنامه یا انجمن آسایشی پاشگوه کر و نهاد لسرماسی روشا لور نهامه دلگران دکه ام روش باوی که نزیک دشوپینن و بردوامی به پارتنرین خوین لور ره دناواتی کلیه دنه دا کو ریا روش آرامی ببینن مدای را گهاندن کو گروبا کو ایرش دکه ریخستنک تروریه ام حز دکن ریا که ببینن جبو گل سوریه جبو آشتی و ابلهیه دیارکو انجمن آسایشی جبو کو مسئله گوتو بیش بکه دجوه آنگو پیشتومه اکنو نه حوجه جبر ویکو اندامن انجمن آسایشی و هول بدن کو بلا سوریه جارکتن ورگره لسر ماسی و پیشگیری بده بریارنامه 22.4 وره بکارانین. سینان تونچتمیر روداو نتوین یک بوی نیویورک.